خب یکی از چیزایی که سوال پرسیدن اینه که شارژر این دستگاه چجوریه. اینو من سعی میکنم تو دو بخش بگم، سعی میکنم کوتاه‌تر حرف بزنم. خب اصلی ترین کاری که وقتی که ماشین الکتریکی اینه که شارژش بکنه دیگه. خب عادتاً مثل ماشین بنزینی بیرون میشه چارج، زمان بیشتری طول میکشه، ولی مدلی که این ماشینا طراحی شده اینه که مثل موبایل خونه، موبایل خودت خونه بزنی چارج کنی. تسلا قبل از اینکه بیام در مورد اینکه چجوری دو تا ماشین شارژ میشن، یه دونه در مورد اینکه اصلا شارژر آمریکا چجوریه و چرا مثل چیزای دیگه بود بقیه دنیا فرق میکنه. خب دقیقاً مثل این که همه چی که توی آمریکا مایل و فیت و چیزای دیگه مثل این، سیستم استاندارد شارژ آمریکا هم فرق میکنه. وقتی که تسلا اومد بیرون یه چیزی رو درست کرد به نام NACS که North American Charging Standard الان شده، و یه چیزی هست به نام CCS که این شبیه به اون چیزی که تو اروپا بود. البته دقیقاً دوباره یکی نبود، اونا CCS 2 مثل که استفاده میکنن، آمریکا CCS 1. این دو تا استاندارد اومدن. تسلا اومد استاندارد خودشو داشت که 12 سال قبل شروع کرد واسه همه ماشینا یه خودش اینو شروع کرد تو کل آمریکا ساختن. مثل اینکه الان در حال حاضر 12,000 تا جایگاه شارژ داره. بقیه ماشینا اومدن با کمپانی‌های خصوصی شروع کردن کار کردن، مثل الکتریفای امریکا، مثل چارج پوینت، مثل از این جور چیزا. و همه ماشینا، یعنی همه این برندها به جز تسلا اومدن این استاندارد رو قبول کردن و گفتن ما با این استاندارد میریم جلو. و به مرور زمان هی گفتن اینا میان اینجوری میشه و تسلا میاد چون تنهاست و میاد جزو اینا قرار میگیره. ولی تسلا کار خودشو کرد تا اینکه شروع کردن مردم ناراحتی از این سیستم CCS که تو آمریکا وجود داره، میرفتن میبینن دستگاه خرابه، کار نمیکنه، سرعتش پایینه، هیچ کسی صاحبش نیست، و برعکس مال تسلا همیشه کار میکنه، مال تسلا عالیه، هیچ کسی مشکلی باهاش نداره. و مردم بیشتر روی آوردن به تسلا تا اینکه تسلا اواسط امسال برگشت گفتش که من این استانداردمو برای همه باز میکنم. اینو که گفت، شرکت GM و فورد اولین شرکتایی بودن که گفتن خب ما هم میایم روی تسلا، و این شروع شد مثل یه دامینو بقیه شرکت ها رو آورد به سمت NACS که همون North American Charging Standard مال تسلا. ماشینایی که تا الان تولید شدن همشون CCS دارن و به گفته اکثر شرکت ها فعلا مثل که شرکتی که توش نیامده شرکت های وکسواگن و پورش و آودی باش، استلنتسه که نمیدونم فورد و فیات و اینا داره، ولی شرکت های گنده از جمله BMW و تویوتا پیروزا اعلام کردن که اونا هم میان توی نکس. شرکت ها گفتن که تا 2024 سعی میکنن تبدیل بدن برای ماشینایی که الان تو هست، تو خیابون هست، و از 2025 یواش یواش شروع میکنن همه ماشین‌هاشون رو با این نوع چارج بسازن. خوبی این چارج هم اینه که خیلی سیم شارژش نازک‌تره، خیلی تعداد زیادتری هستش که بشه همه جا شارژ کرد. و حالا من توضیح میدم نکس چجوری کار میکنه و کجا میره و فلان و بیسار، ولی تعداد خیلی زیادی هستش که همیشه هم کار میکنه. تسلا هم خودش اینا رو چیز میکنه. دیروز هم حتی یه خبر اومد که هولوش $100,000 شرکت BP که یه شرکت نفتیه اومده و از تسلا چارجر خریده که بتونه $100,000 یه همچین عددی بتونه شروع کنه اینها رو جای مختلف نصب کردن. پس نتیجه‌اً تسلا این مسابقه شارژ بین ماشین‌های برقی رو تو آمریکا برد و الان همه این سیستم‌ها در حال عوض شدن هستن به نکس. حالا این نکس و کابلش رو شما هم میتونید تو خونه داشته باشین، همین که خب دستگاه‌های شارژش هستش که انجام میشه. حالا اینکه چجوری از این نکس استفاده میکنیم و چجوری خونه اینو شارژ میکنم و امکاناتی که ایالت بهت میده و کارهایی که من باید میکردم و اینا رو دفعه بعد میگم. و اگه شدم که در مورد اینکه چجوری سوپرچارجرها کار میکنن و برنامه ریزی چجوری و چرا تو مثلا 80% چارج میکنی و سیستم تسلا چه فرقی با ماشینای دیگه دارن و اینها هم تو ویدیو بعدی.
اگه سوالی چیزی دارین هم بپرسین که من سعی میکنم تو ویدیوها در مورد همین چیزا جواب بدم. الان سوالی که جواب دادم در مورد شارژ در اصل یکی از دوستان بودن که سوال پرسیدن. امیدوارم روز خوبی داشته باشین.